برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان محترم، شوکت محمد با شما هستم. در برنامه تحلیلی دیدگاه امروز درباره انتخابات قرقیزستان صحبت میکنیم. در قرقیزستان زیاده از 2000 مردم ناراضی از نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 نوامبر به خیابان های بشکک ریخته در مدت یک شبانه روز وضعیت را تحت کنترل خود درآوردند. کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور هم ناچار امروز اعلام کرد که نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر را بیکار کرد. مردم قرقیزستان باز برای طلب حق خود به میدان ریخت و یک انقلاب دیگر در این کشور پیروز شد. حکومت عقب نشینی کرد و نتیجه انتخابات 4 اکتبر را بیکار نمود. قرار است به زودی انتخابات نو برگزار شود. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان امروز 6 اکتبر اعلان کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی 2 روز قبل را بیکار کرده است. پیروزی حزب‌های جانبدار حکومت در این انتخابات باعث خشونت در کشور شد که در نتیجه اعتراضگران بینای حکومت و پارلمان و بینای کمیته امنیت ملی را تصرف کردند. مخالفان طلب داشتند نتیجه های انتخابات بیکار کرده شود. رئیس جمهور قرقیزستان سوارونبای جینبکوف هم دیروز گفته بود در صورت پیدا شدن ضرورت کمیسیون انتخابات نتیجه های آن را بیکار کرده انتخابات نو برگزار میکند. ولی مردم به جینبکوف باور نکرد و به اعتراض ادامه داد. تظاهرگران به بناهای حکومتی و اداره کمیته امنیت ملی حمله کردند. نه رئیس جمهور فرمان داد به سوی حملهگران آتش گشوده شود و نه مقامات قدرتی با مردم وارد نزاع شدند. هرچند خسارات به بناها و اموال آن وارد شده است. تیرپارانی صورت نگرفت و انقلاب همگی 1 نفر کشته و بیش از 500 زخمی به جای گذاشت که کمی بیشتر از 100 نفری آنها بستری شدند. جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان امروز با نشر اظهارات از مخالفان خواهش کرد به بی‌ترتیبی ها خاتمه دهند. قبلا برخی از نمایندگان مخالفین گفته بودند رئیس جمهور قرقیزستان از قدرت کنار زده شده است، اما امروز جینبکوف گفت وضعیت کشور را تحت نظارت دارد. تظاهرگران اعلان کردند وزیر نو دفاع، دادستان کل و معاون رئیس شورای امنیت را تعیین کردند. شهردار بشکک از سمتش استعفا داد. الکی خیلی نویگری به میان آمد. همگی یک روز کافی بود که مردم قرقیز نشان دهد به تقلب و غصب حاکمیت در کشورش اجازت نخواهد داد. همچنین هم مردم و هم حکومتداران و نظامیان این کشور ثابت کردند که منفعت‌های کشور و جان مردم از هر قدرت بالاتر است و فعالیت‌های سیاسی خود را با کمترین خشونت پیش میبرند. هرچند اتهامات از دو طرف به سمت همدیگر پرتافته می شوند، جانب ها کوشش می کنند از آن فراتر نروند و کار به خونریزی کشیده نشود. در شبکه های اجتماعی تاجیکی کاربران با خوشحالی و هوس از این اقدام همسایه ها ستایش می کنند. حالا ما از کارشناس امور سیاسی علیم شیرزمانوف پرسیدیم که در بلاروسیه زیاده از 100,000 مردم 2 ماه است که به خیابان ها ریخته از نتیجه انتخابات پرزیدنتی اظهار نارضایت میکنند، ولی نتیجه نیست. حالا هم لوکاشنکو گپ اول را زده ایستاده است. حالا هم لوکاشنکو خود را پرزیدنت میداند. اما در قرقیزستان همگی 2000 مردم ناراضی به میدان برآمده در یک شبانه روز همه را حل و فصل کردند. چرا چنین است؟
خشونت گفتم و چی رو در نظر داریم. نتیجه ای که برادران قرقیز به اون صاحب شدن با حد اقل یعنی تلفات، حتی تلفات چه بگوییم مادی هم نرسیده بود. خب بیایید قضاوت کنیم. هر حاکمی که هر پرزیدنتی که رو به خودکامگی میبرد، اولین اقدام او چی خواهد بود؟ اولین اقدام او البته که تقلب در انتخابات است. و چی باید بکند او مردمی که آواز او دزدیده شده باشد، چی باید بکند که از همین آواز خود دفاع کند؟ البته که با تظاهرات مصالحت آمیز رنگ بلاروس البته که به مقصد نمی رسیدن و این رژیم خودکامه آهسته آهسته رفته با تمام همه آزادی های این مردم رو کشیده می گرفت. من از این فعال سیاسی پرسیدم که زمینه فعال بودن جامعه شهروندی در قرقیزستان به نظر شما در چی است؟ چرا در همسایه کشور تاجیکستان، در قرقیزستان جامعه شهروندی اینقدر فعال است و میتواند با جسارت از حق خود دفاع کند؟ ببینید، در سایر کشورهای مشترک المنافع شاید قرقیزستان یگانه دولتی باشد که در آن تقلب و انتخابات راه نیافت و محض همین است فرق بین بریگادیر صفخاز و نوای کلخاز و اکادمیک. یعنی اکادمیک اسکر اکایف در وقتش به قرقیزستان دو میراث گذاشت از خود. یکم جامعه خیلی فعال شهروندی و دوم انتخابات شفاف. یعنی بر اثر محض انتخابات بود که خود اسکر اکایف از قدرت برکنار شد و تا همین روز ببینید مردم قرقیز چرا به میدان رفت؟ چون معلوم بود که تا چه اندازه با آوازهای آنها تقلب شد. برای همین مردم قرقیز به این تاب نآورد و انا بار سیوم یا حتی چهارم است که از طریق انقلاب حاکمیت مرکز را مجبور می کند که به استعفا رود. من از علیم شیرزمانوف پرسیدم که چی عامل‌های سبب شده که حالا در تاجیکستان مردم خاموش است و از حق خود دفاع نمی کند؟ آیا تأثیر شجاعت مردم قرقیز به فضای سیاسی تاجیکستان تأثیری داشته می تواند؟ خب و این بس رمزی است که در عرصفه انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان این با حکومت پیوندد و البته این یک پیام به حکومت و ملت تاجیکستان هم هست. البته اون چیزی که شما میپرسید که در قرقیزستان مردم خیلی آزادتر از تاجیکستان است، ولی ناوابسته به این به خاطر یک تقلب آنها خستند. لیکن در تاجیکستان که به مراتب این آزادی ها کمتر هستند، این آزادی ها پایمالتر می شوند، مردم تاجیکستان در ثبات نسبی را حمایه کرده است. انا محض همین است سبب اون که ما تاجیکستانیان نه ثبات نسبی بلکه روز از روز غلام طبیعت تر شده رفته ایستادیم. به خاطر چی؟ به خاطر اون که ما از یگان حق خود دفاع کردن نمیتوانیم.
و متاسفانه تا به همین روز آمده رسیدیم. و در پاسخ به سوال شما چرا مردم تاجیک چنین نیست، با بدبختی مردم ما و با خوشبختی کشورهای همسایه سایر کشورهای مشترک المنافع که اولین دولت مشترک المنافع این محض تاجیکستان بود که از آزادی های خود دفاع کرد و در سالهای 90 خیزش های مردمی اولین از تاجیکستان شروع شدند و تاجیکستان بود که هنوز در پابرجا بودن دولت شوروی اعلامیه استقلالیت رو قبول کرد، استقلالیت دولتی رو قبول کرد، قانون درباره زبان دولتی قبول کرد و ثانی توانستیم رژیم کمونیستی رو از تخت کنیم و همه این خیزش مردمی بود. ولی ما نمیدانستیم که در مقابل نیروی ابرقدرت KGB سابق شوروی قرار داریم و این نیرو با تمام قدرتش تمام سعی را کرد که این حرکت در تاجیکستان موفق نشود و بعد از 30 سال ما دیده استادیم که هنوزم ملت های تحت کنترل این KGB نتوانسته استادند که آزادی کامل را به دست بیارند. در مثال اوکراین، بلاروس یا دیگر کشورهایی که بعد 30 سال تاجیکستان یک آزادی خواهی در آنجا به ناکامی روبرو می شود. برای همین البته که این روز خیزش ملت تاجیک هم نزدیک است و البته با چنین یک اگر امین را خشونت دانیم، امین چیزی که در یک شبانه روز گذشته در کشور همسایه با حقوق پیوست، اگر امین را خشونت گوییم، من راضی هستم با یک چنین سطح خشونت در تاجیکستان هم اخیراً با یک دیگرگونی نایل شویم. نظری عده از کارشناسان دیگر را که در رسانه ها خواندم گفته‌اند تحولات اخیر در قرقیزستان نتیجه خدمت خرسانه یک گروه بر رئیس جمهور سورونبای جینبکوف است. اگر رئیس جمهور به کمیسیون انتخابات دستور مستقیم را برای تقلب و دستکاری نتیجه های انتخابات نداده باشد هم، اینها با خواست خودشان دنبال خوش خدمتی رفتند و این تحفه به بار آوردن یعنی نارضایتی مردم را به پرزیدنت و کل رهبریت کشور فراهم کردند. خدمت خرسانه. رادیوی آزادی نوشته است برخی از تحلیلگران در تاجیکستان میگویند هنوز درباره انقلاب سیوم در قرقیزستان صحبت کردن بر وقت است. حادثه اخیر واکنش به بی‌عدالتی در روند انتخابات بود. ایده هم بر اینند که حالا درباره نتیجه تظاهرات در قرقیزستان چیزی گفتن بر وقت است. اما به هر حال باید گفت که در قرقیزستان قدرت جامعه شهروندی به نمایش گذاشته شد و عبرت خوبی بود برای کشورهای دیگر اتحاد دولت‌های مستقل، خصوصاً به مردم بلاروس که مدت 2 ماه است بیرق برداری کرده گشته‌اند و همچنین برای مردم تاجیکستان هم یک عبرت خوبی است که بعد 5 روز انتخابات است. مثل ماهی همه بی صدا، مردم نه پروای انتخابات دارد و نه پروای آینده فرزندانش. تماشابینان گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما
لطفاً با شبکه‌های یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. با امید دیدار در روز دیگر. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net